دوستان گرامی، خوش آمدین به کانال آموزش زبان دری و فارسی. امیدوارم همه شما جور و سعادتمند باشین. به این امیدواری درس امروز شروع میکنیم. درس امروز ما و شما در مورد هفته پیشتر هم به شما یا درس پیشتر هم گفتم به شما که در مورد حرفای صدادار و بی صدایه. من قبل از اینکه حرفای صدادار و بی صدا رو با هم یاد بگیریم و طریق تلفظ اینا رو یاد بگیریم و نوشتن بکنیم بروی تخته، برای شما اول همه الفبایی که ما و شما با هم خوندیم و خلاص کردیم یک تکرار دیگه میکنیم که خاطر از اینکه خوبتر یاد بگیریم. به این خاطر من به شما اینجا بروی کاغذ آوردم، همه الفبا نوشته کردم به شما که الفبای دری ما و شما 32 تایه. اما من گفتم وقتی که ما و شما به خاطر از اینکه یک حرف دیگه هم ما چند حرف دیگه هم داریم و او خاطر 32 حرف، اما ما به خاطر از اینکه حرف الف بالا مد میدیم او به 33 حرف میشه. یعنی الفبایی که الفی که سر از مد داره و الفی که مد نداره. از این خاطر من به شما گفتم 33 تایه، اما به واقعیت ما و شما 32 حرف داریم. شروع میکنیم از حرف الف یا الفی که مد داره میگیم آ میخوانیم. الف، ب، پ، ت، س، جیم، چ، ه، خ، دال، زال، ر، ز، ژ، سین، شین، صاد، داد، تا، زا. بعضی کسا میخوانن همچنین تلفظ میکنن توی زوی. میتونیم بگیم توی زوی، میتونیم بگیم تازا، هر دو صحیحه. هین، غین، فی، قاف، کاف، گاف. چرا میگیم کاف و گاف؟ به خاطر از کاف یک سرکش داره، یک خط، و گاف دو سرکش داره. لام، میم، نون، واو، ه. من گفتم ما و شما ه دو چشمه هم داریم، ه هم گفته میتاریم. یا ای چی شد؟ حرفا ما تمام شد، حرفا ما خلاص شد. حالا ما میخواییم در مورد چی؟ حرفهای صدادار گپ بزنیم یا صحبت کنیم. حرفهای صدادار ما و شما عبارت از الف، واو، یا، که بدون از این حرفا ما نمیتونیم یک کلمه یا یک حرف معنا کنیم. مثلا ما حرف الف داریم، اگه ما خواسته باشیم یک کلمه نوشته کنیم، اگه الف به او نداشته باشیم او کلمه معنا نداره، هیچ معنا نداره. به او خاطر اگه مثلا ما نوشته کنیم حرف، اینجا به شما میگم که مثلا ما چی نوشته میکنیم، حرف نوشته کنیم نون، الف، ری. این معنا نمیده. اگه بیاریم الف به این اضافه کنیم این چی میشه؟ یک حرف صدادار با معنی میشه. به نام چی میخونیم؟ انار. انار. الف، نون، باشه که به شما کمی واضح تر نوشته کنم. الف، نون، الف، ری، انار. به حرف صدادار الف چی نوشته کردیم؟ الف، نون، الف، ری، انار. حالا میخوایم به حرف واو نوشته کنیم. به حرف واو میتونیم نوشته کنیم ورزش، ورزش، واو، ر، ز، شین، ورزش. واو ما چی نوشته کردیم به حرف صدادار واو؟ ورزش. یعنی اگه ما و شما حرف واو از اینجا پس کنیم این چی میشه؟ این معنا نمیده، هیچ معنا نمیده، میشه رزش. اما اگه واو دادیم این یک کلمه معنا میده، میشه ورزش. یعنی بدون حرفای صدادار یک کلمه هیچ معنای مفهومی نداره. به عوض یا چی نوشته میکنیم؟ یاد، یاد، یا، دا. یاد یعنی به مفهوم از این که ما و شما چی کردیم؟ حالا ما گرفتیم به الف نوشته کردیم انار، به واو نوشته کردیم ورزش، و یا نوشته کردیم یاد. بازم گفتم قبلا چرا ما به یا نقطه دادیم؟ به خاطر از اینکه به سر کلمه آمده. این چی میشه؟ حروفای صدادار ما. حروفای صدادار ما به زبان دری چی می باشه؟ الف،
و یا. که به الف چی نوشته کردیم؟ انار. به واو چی نوشته کردیم؟ ورزش. و یا چی نوشته کردیم؟ یاد. که یعنی بدون از این حروفا ما به زبان دری حرفای ما معنا نداره. اما ما یک گپ دیگر هم باز بقیه حرفایی که ما و شما داریم او حرفای چیه؟ بی صدایه. یعنی حروفای بقیه که به غیر از الف واو و یا که می باشه حرفای چی است؟ بی صداست که اونا رو باز به شما نوشته میکنم. ما هر حرف ما وقتی که ما نوشته میکنیم هر حرف ما به دری 3 رقم تلفظ میشه. من به شما میگم که بعدا به درسای قبلی خاطر به شما زیاد نشه، حالا فعلا به شما فقط سر حرف های صدادار ما و شما گپ میزنیم و صحبت میکنیم و یاد میگیریم که حرف های صدادار خیلی مهم میباشه که بدون حرف های صدادار به تنهایی یک کلمه معنا نمیداشته باشه که عبارت از الف واو و یا هست. و الف به 3 رقم نوشته میشه. الفی که زر داره، الفی که زیر داره، الفی که پیش داره. و به خاطر امی که ما و شما به این الف بعضی کلمه ها وقتی که ما نوشته میکنیم تلفظ میکنیم ما فکر میکنیم که ما یا نوشته کردیم یا واو نوشته کردیم، به خاطر که الف ما یا حرف ما چی میگیره؟ زر زیر رو پیش میگیره. خب یک دفعه دیگه تکرار میکنم حروفای صدادار: الف، انار، واو، ورزش، یا. حروفای بی صدای ما و شما عبارت از حرف ب، حرف پ، حرف ت و حرف جیم، دال، ر، سین، شین، کاف، گاف، لام، میم، نون، ه. ه دو چشمه هم میتونیم بگیم، ه هم میتونیم بگیم. اینا چیه؟ حروفای بی صدای مانه. یعنی وقتی که ما داخل یک کلمه اینا رو نوشته کنیم یعنی بدون حرف صدادار مفهومی نداره، معنایی نمیده. اگه ما میخوایم مثلا یک کلمه به زبان دری نوشته کنیم، مثل از اینکه ما میخوایم چی نوشته کنیم؟ حرف نان نوشته کنیم. مثلا حرف نان اگه نوشته کنیم نون هیچ معنا نمیده. وقتی که الف به او اضافه میکنیم نان میگیم. ما اینا چی شد؟ حرفای بی صدای ما. حرفای بی صدا عبارت از ب، پ، ت، جیم، دال، ر، سین، شین، کاف، گاف، لام، میم، نون، ه دو چشمه. اینا چی میگیم؟ حرفای بی صدا در زبان دری. من امروز دیگه موضوعی به شما درس نمیدم، ولی برای شما یک خواهشمندم که همه شما این حروفا در کتابچه خود نوشته کنین و چندین مرتبه تکرار کنین و بعدا به هر کدام از اینا یک کلمه نوشته کنین که ببینم چی رقم شما حرفای دری یاد گرفتین. و خاطر یاد گرفتن یا آموختن حرفای دری باید شما همگی شما کوشش کنین نوشته کنین چندین بار و بعدا میتونین یک کلمه هم بزنا نوشته کنین. در درس بعدی برای شما انشالله که در طریق پیوند کلمه رو به شما یاد میدم که چجوری ما میتونیم یک کلمه با هم وصل کنیم و تلفظ کنیم. امروز برای همین قدر برای شما بحثه. و درس آینده شما رو به خدای پاک میسپارم. فالو و کامنت و نظریات شما به من خیلی مهم می باشه، فراموش نکنید و این امیدوارید تا درس نو. خداحافظ.